امیدوارم که وقتی دارین این ویدیو رو نگاه میکنین حالتون خیلی عالی و خوب باشه. از اونجایی که بهم پیشنهاد داده بودین که روی پرونده های جنایی خارجی هم کار کنم، بنده اطاعت امر کردم و در این زمینه هم ورود زدم. مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب دلیل انگیزه من باشید. از پرونده‌ای میگم که بین قتل به خاطر تجاوز یا انگیزه مالی گیر کرده. سال 1989 دو برادر با همدستی هم پدر و مادر مولتی میلیاردرشونو به رگبار میبندن و جنایت فراموش نشدنی رو در تاریخ آمریکا رقم میزنن، به طوری که هنوزم که هنوزه انگیزه اصلی اونها دقیقاً مشخص نشده و سرش بحث‌های خیلی زیادیه. این دو برادر یعنی اریک و جوزف منندز از پولدارترین های زمان خودشون بودن و در عمارتی در بورلی هیلز زندگی میکردن، یعنی آخرت بریز به پاش و پولداری. از بیرون اونا خیلی خوشبخت به نظر میرسیدن، خانواده‌ای که همیشه و همه جا پشت هم بودن. این عکس 2 سال قبل از اینکه این دو برادر پدر و مادرشون رو به قتل برسونن گرفته شده. یعنی اینجوریه که بچه‌ها نه تو فضای مجازی نه جای دیگه هیچ وقت ظاهر قضیه آدما رو نگاه نکنید. حالا از روز قتل بگم. 20 آگوست 1989 اریک و جوزف منندز که 18 و 21 ساله بودن به پدرشون 6 بار و مادرشون 10 بار تیراندازی میکنن. اونا منتظر میمونن تا پلیس بیاد. Don't kill my parents. Pardon me? Don't kill my parents. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. با اومدن پلیس ادعا میکنن که زمان وقوع قتل در سینما بودن و وقتی وارد عمارت میشن میبینن که در بازه و جسد پدر و مادرشون روی زمین افتاده. افسری که به محل جنایت اعزام شده بود در مصاحبه‌ای گفته که این صحنه یکی از وحشتناکترین صحنه‌هاییه که تو عمرش دیده. جنایت به حدی وحشتناک و حساب شده بود که فعلا کسی به این دو برادر شک نکرد. اونا بعد از قتل دست به خریدهای گرون و گزاف زیادی میزنن و پلیس که در به دنبال سرنخی بوده به این دو برادر به خاطر این خریدهای خیلی زیاد و نمایشنامه‌ای که اریک 2 سال پیش اونو نوشته مشکوک میشه. 2 سال پیش این عکس گرفته شده و 2 سال پیش این نمایشنامه نوشته شده، یعنی در اون زمان به فکر قتل پدر و مادرش بود. حالا نمایشنامه چیه؟ نمایشنامه عنوانش اینه: 5 قتل بی عیب و نقص. فصل اول آقا خانم جیکوب کرامول درباره پسر 18 ساله‌ای که پدر و مادرش رو به خاطر پول به قتل میرسونه و جالبه بدونین که اون زمان مادر این دو پسر این نمایشنامه رو با دستای خودش تایپ کرده. پلیس همچنان مشکوک بود تا اینکه اریک عذاب وجدان پیدا میکنه و موضوع قتل رو به روانپزشکش اعتراف میکنه و ماجرا به یه طریقی درس پیدا میکنه. با اینکه در قانون کالیفرنیا از محرمانه بودن جلسات رواندرمانی حمایت میشه، اما قاضی این بار استثناء قائل میشه و ماجرا و انگیزه اونا از الان از زبان خودشون به طور رسمی شروع میشه. اونا در دادگاه مدعی شدن که سالهاست که از طرف پدرشون مورد تجاوز و آزار جنسی قرار میگرفتن و مادرشونم یک معتاد الکلی بوده که از داستان خبر داشته ولی کاری انجام نمیداده. Did your father have sexual contact with you? Yes. Did you tell your mom? Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. I used a lot of lemon in my food. And what do you mean by used a lot of lemon? I would just drown my food in lemon. When you're eating all this lemon, did you notice it had any effect on your sense of taste? Yes. What was the purpose for which you were doing it?
so that I wouldn't have to taste my dad's. Okay. اونا به حبس ابد محکوم میشن و به مدت 22 سال همدیگر رو نمیبینن و از هم جدا میشن. حالا دلیل چی بود؟ این بود که یکی از کارگاه‌ها توصیه میکنه که اگه اونا در کنار هم قرار بگیرن ممکنه نقشه فرار از زندان بکشن. فکر کنم دیگه این خیلی دیگه فیلم جنایی نگاه میکنه. از منم دیگه بیشتر نگاه میکنه. تا اینکه در سال 2018 وقتی اریک 47 سالش بوده و جوزف 50 سال، اونا به این نتیجه میرسن که دیگه دلیلی نداره که اونا رو در یک زندان مشترک قرار ندن. اونا وقتی که به هم میرسن همدیگر رو در آغوش میگیرن و گریه میکنن. جالبه که بدونین اریک در قسمت زندانیان پرطرفدار یا سلبریتی قرار داره و جوزف هم در قسمت عمومی. اونها ازدواج هم کردن. در حال حاضر اریک 53 سالشه و جوزف 56 سال.